امروز قراره با کلت کالیبر 50 10 تا کیل بگیرم، اونم فقط موقعی که ایمم بازه، یعنی در حال حرکت. بریم ببینیم این کار غیر منطقی میشه یا نمیشه. فکر نکن. بچه ها از اونجایی که ما قراره 10 تا کیل بگیریم، اونم با کلت کالیبر 50 در حالی که داریم راه میریم، پس مصممه که باید جوری استارت کنیم که یعنی بعد اینکه مردیم سر بیایم تایم ویدیو زیاد نشه. حالا بمبم بعدا میریم یه ویدیو دیگه میریم. اگه خوشتون اومد حتما توی کامنت ها بگیم. خب من این مپ رو بزنم که داستو هم بیاد واسم. خب ایول داستو اومد. خب واسه شروع میخوام اول برم سیتی بعد برم ترول. چرا صداشون زیاده؟ من یه خورده کم کنم. کلت کالیبر 50. اوه ماشت. یهو یکیل بچه میشه، ولی اوه یه خورده سخته. خب من یه دونه کیل تا اینجا دارم. گوشه تصویر می‌نویسم که چند آخ اینم با کلت کالیبر. من ببینم کالیبر 50 نمیدونم واقعیتش اسمش انگلیسی من زیاد خوب نیست که بخوام بفهمم چیه. خب نگاه من اصلا شیفت نمیگیرم، یعنی بدون واو ایمش اونور نبود تو رو قرآن. نه پینگ من بالا ساجیز فقط در حال حرکت، یعنی اصلا نشستن نداره. نگاه نمیشه. این کلت بچه ها وان شاته، یعنی وان شات هد میزنه. وای چقدر زیادن اینا واجی، فکر کنم غیر ممکنه. وای یکی دیگه زد، یکی دیگه زد. حاجی این حساب نبود، در حال حرکت گفتیم. وای وای FPS هم چنده مگه؟ خب اون مهم نیست، مانیتور اصل کاره. بابا خب یه قبول نیست، من دارم چالش میام شما ای دبل برمیداری. هد خورد. آی هد خورد. گفتم این کلته وان شات میکنه. وای وای آجی اگه بوم بود دیوونه میشده. بله بله 2000 years. 2 تا کیل تا الان دارم. 3 تا من زدم پوفیوز مک. وای زوز کرد. بچه ها بعد تا زیر پایه های حریف بری تا بتونی کیل بگیری باش. اوه مرغ زد. یکی برو آها یش
زدم دیدین الان چند تا چیز داریم، چند تا کیل شد می‌نویسم گوشه تصویر، فکر کنم 4 تا شد، 3 تا شد، 3 تا نه 4 تا 4 تا این 5 تا. خب آی 6 تا باید خیلی موومنت قوی بری، متاسفانه ما هم بلد نیستیم موومنت. اوه 7 تا مثل که ویدیو داره زود تموم میشه. 8 تا آی وای وای 9 8 تا شد، نه 9 تا شد، 9 تا یکی دیگه یکی دیگه یکی دیگه یکی 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 وای بریم واسه دهمی. اینا هم دستشون تازه گرم شده. یکی آخر میخوام نایفش کنم، وای نه نویش نایف هم نمیکنم. 10 تا کیل میخواستیم دیگه، هدفمون 10 تا بود. استراتژی بازی نمیکنیم همین رو سکیوریتی. وای 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 پوفیوز سگ نایفمون شد. آی آی آقا 10 تا تموم شد. خب نتیجه اخلاقی بله با اون کلته که من بهش میگم کلت کالیبر 50، من و رفیقام میگیم کالیبر 50، حالا شما رو نمیدونم چی میگین به. با اون کلته میشه همچین کاریو کرد، ولی باید تا دسته بری اون طرف تا بتونی یه دوتایی بزنی، اونم اگه بخوره شانس. همون بازی از راه دور رو یاد بگیرین، استراتژی بازی کنی، اینجوری نمیشه آجی. سیکیم خیاری بخوای راش بدی تیمت هم ببانی. پس اگه تا اینجا اومدی حتما لایک و سابسکرایب کامنت یادت نشه. آقا هیچی به خدا ازت کم نمیشه، تازه شروع به فعالیت کردیم، هستیم در خدمتتون و پیج ما رو دنبال کنید. ویدیوهای زیادی در انتظار دوستان. خدافظ.